موسوی آفرین عالی بودی. زنده باد افغانستان، زنده باد. فوتسال افغانستان با مساوی در برابر ایران تاریخ سازی کرد در یکی از مهمترین رویدادهای فوتسال جهان اسلام که بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنیاست و با این تساوی افغانستان 4 امتیازی میشه. ایران با 2 امتیاز وضعیت مناسب برای صعود نداره. این رختکن تیم و همه فوق‌العاده بودن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نوش جان نوش جان نوش جان. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سفری گفتنی کوتاه بر مردم. انشاءالله از این تیم فوتسال حمایت کنم. این تیم قطعا حرفی برای گفتن تا جام ملت‌ها داره. امیدوارم که تمام مسائل بزرگای کشور، تاجرای کشور این تیم حمایت کنن. انشاءالله که پرقدرت بریم برای مسابقات بعدی. بخیر انشالله. کاپیتان گلت فوق العاده بود. گلت ما با ویدیو گرفتیم وایرال شده. مبارک باشه. عالی بود. پیام داشته باشی به مردم. انشالله همیشه در خوشی و سلامتی باشن کنار خانواده‌هاشون. انشالله. خب ما بازی مساوی شد دیروزی که چون خب برای اولین بار تو یک تورنمنت رسمی خب با ایران قهرمان آسیا مساوی کردیم، ازشون امتیاز گرفتیم. انشالله مقدمه باشه برای قهرمانی آسیا. بله بدون شک مساوی با ایران من فکر میکنم یک امتیاز بزرگ و پیروزی محسوب میشه. جناب کاظمی عزیز احساس تا بگو. سلام از خدمت شما و همه هموطنان. ببخشید یکم صدام گرفتم. با هم تو که بازی دیدیم ما با ایران بازی داشتیم، یکی از قدرت‌های آسیا و جهان بود. خدا رو شکر تونستیم برای بار اول با تیم مساوی کنیم. همه مردم افغانستان قول میدم که ان شاءالله جام ملت‌ها تمام تلاشمون رو انجام بدیم، تلاش کنیم بتونیم ایران برای بار اول جام ملت‌ها شکست. چه احساس داری خودت؟ سلام عرض ادب خدمت همه هموطنان عزیزم. ان شاءالله که بازی دیده باشن، لذت برده باشن. خب متاسفانه نشد دیگه، ما موقعیت زیاد داشتیم ولی توپای ما توی گل نرفت. ان شاءالله قول میدیم که جام ملت‌ها جبران کنیم. دو تاش رفت دیگه. ولی خب موقعیت زیاد داشتیم. ان شاءالله جام ملت‌ها قول میدیم تمام تلاش می‌کنیم هم بتونیم قدرت‌های آسیا شکست بدیم، هم ان شاءالله مقام برقرار. ان شاءالله ان شاءالله. تبریک. دکتر تیم. واقعا عالی بود تیم. گفتنی داری؟ دیگه فقط خوشحالیم دیگه، واقعا چیز توضیح غیر قابل دست. حمید رضا گفتنی داری؟ گفتنی که خدا رو شکر نواختیم نتونستیم ما رو ببرن، ولی انشالله که حالا تیممون کامل تر باشه. تیممون کامل هم نباشن، در بسون اصلی نبودن. انشالله جام ملت‌ها میریم خیلی نتایج بهتر از این بگیریم. افغانستان خیلی قدرتش بیشتر از این. انشالله انشالله. امید جان گفتنی داری؟ گفتنی نره، تبریک همه مردم دفعه بعد انشالله ببرن. انشالله. ها عباس جان چطور بود بازی امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز. بازی همونطور که خیلی خوب بود، میتونستیم بازی رو ببریم، شانس با همون یار نبود. انشالله این مقدمه برای اینکه بتونیم تیم ایران تو جام ملت‌های آسیا ببریم. و دوی که بازی شد فعلا ما با مراکش هم امتیاز شدیم. صعود ما را چقدر پیش بینی میکنی به دور بعدی؟ صعود ما بستگی به خودمون داره، ولی انشالله به احتمال 80% صعود میکنیم انشالله. و پیامت به مردم چیست؟ پیام ما همیست که از دعای خیر خودشان ما رو بی‌نصیب نذارن. موفق باشین. تشکر. بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام مردم شریف افغانستان. بازی امروز خدا رو شکر بازی خوبه بود، ولی متاسفانه نتونستیم پیروز شویم. توپ‌های موقعیتایی که داشتیم
از بیشتر موقعیت استفاده نکردیم و بازی متاسفانه 2-2 مساوی شد. میتونستیم پیروز بازی باشیم. خب پلان اصلی ما که جام ملت‌ها است که با قدرت در اون مسابقات پا بذاریم و اینکه انشالله قهرمانی آسیا رو بتونیم برای مردم عزیزمون به ارمغان بیاریم. خب ما حمید حسینی به دلیل مسئولیت نداشتیم، فرزاد محمودی نبود، خب 2-3 تا از بازیکن‌های دیگه ما نبود، ولی خب انشالله جام ملت‌ها با تمام بازیکن‌ها تمام قوا میریم که بتونیم قهرمانی رو برای مردم عزیزمون بیاریم.